سلام دوستان عزیزم. امروز اومدم با کوکوی پیازچه که خیلی خوشمزه است، خیلی عالیه. از طعم و مزهش رو از بوش نگم، خیلی عالیه، خیلی هم آسون درست میشه. فقط پیازچه میخواد و تخم مرغ و همین نمک و بستگی به اون رو خودتون داره. درستش کنید و لذت ببرید. ممنون که لایک میکنید. مرسی. خب برای درست کردن کوکومون اول پیازچه ها رو از چیزش جدا میکنیم. اینش هم دور نمیریزیم چون اینا قاطی سبزی خوردن میکنیم. بعد پیازچه ها رو میشوریم و خورد میکنیم. خب به این اندازه که میبینید اینا همین اندازه کوچولو کوچولو درشون میریم که بزرگتر از این نباشه، پخته نمیشه و همینقدر کافیه و میریم بقیهش رو خورد کنیم. خب پیازچه ما آماده است. ادویه ما هم زردچوبه و فلفل و نمک قاطی میکنیم، هم میزنیم تا قشنگ بشه. ولی خب شما نمکش رو تست کنید دوست داشتید. خب روغنمون هم گذاشتیم داغ شده. حالا وقت اینه که تخم مرغ رو بهش اضافه کنیم. من 4 تا شکستم، حالا شاید کمم باشه، شما 5 نفریم، میخوام شاید یه دونه دیگه هم شکستم. اینا رو من قشنگ هم زدم. ببینید که تخم مرغم اضافه کردم که قشنگ اندازم بشه. خب حالا اینا رو باید بریزیم توی روغن داغ. قشنگ صافش میکنیم و حرارت که زیاد بود کم میکنیم و درشو میذاریم تا قشنگ تو دل پخته بشه. خب من الان برش گردوندم، میذارم که روی دیگه‌ش هم بپزه، اون وقت درش